هممون، یعنی تقریباً هر کسی که به یوتیوب علاقه داره، یه روزی رویای ساختن یک کانال موفق رو داشته. اما یه واقعیت خیلی تلخ و تکون دهنده این وسط هست. امروز میخوایم با هم رک و پوست کنده بفهمیم که واقعاً چرا 99% کانال ها هیچ وقت رشد نمی‌کنن و همون اول کار شکست میخورن. خب، وقتی آمار و ارقامی که الان بهتون نشون میدم رو ببینید، شاید این سوال براتون پیش بیاد که اصلا بیخیال بشم بهتر نیست، باید این رویای یوتیوبر شدن رو بذارم کنار. اما عجله نکنین، چون اون 1% موفق یه راز دارن، یه فرق اساسی دارن با بقیه و ما امروز قراره دقیقاً همین راز رو کشف کنیم. خب بیاین با یه عدد خیلی بزرگ شروع کنیم، یه عدد غولاسا. در حال حاضر توی یوتیوب بیشتر از 115 میلیون کانال وجود داره. فکرشو بکنین، 115 میلیون. این عدد بهمون نشون میده که رقابت چقدر سنگینه. حالا قسمت تکون دهندش اینجاست. آماده این؟ از این 115 میلیون کانال 90%شون، یعنی 9 کانال از هر 10 تا، هیچ وقت حتی به 100 تا سابسکرایبر هم نمیرسن. بله، درست شنیدین. یعنی از هر 1000 تا کانالی که ساخته میشه، 900 تاشون همون اول کارتون نطفه خفه میشن. و آمار نهایی که دیگه واقعا ذهن آدم رو منفجر میکنه. فقط 0.5%، یعنی از هر 1000 تا کانال فقط یه دونشون موفق میشه که به 1 میلیون سابسکرایبر برسه. میدونم این آمار خیلی دلسرد کننده است، اما صبر کنین. یه دلیل خیلی مشخصی پشت این قضیه هست. ببینین، این اعداد معنیش این نیست که اون 1% آدمای خاصی هستن یا نمیدونم شانس آوردن. اصلاً اونها فقط دارن با یه سری قوانین دیگه بازی میکنن. یه سری قوانینی که اون 99% دیگه یا اصلا ازشون خبر ندارن یا خیلی ساده نادیده‌شون میگیرن. مهمترین چیزی که باید یادتون باشه اینه، اون آدمای موفق هم دقیقاً مثل من و شما از 0 شروع کردن. الگوریتم یوتیوب پارتی بازی بلد نیست، برای همه یکسانه. تنها تفاوت واقعی، تنها فرق اینه که اونها روی چی تمرکز میکنن، میدونن که انرژیشون رو باید کجا بذارن و کجا نذارن. خب پس اگه میخوایم بفهمیم چطوری باید موفق بشیم، اول از همه باید مسیر شکست رو بشناسیم. یعنی ببینیم اون 99% چه کار میکنن که به جایی نمیرسن. یه مسیری که خیلیاشون حتی ناخودآگاه دارن توش قدم برمیدارن. این مسیر شکست یه جورایی یه چرخه معیوبه و معمولاً 3 مرحله داره. اول با یه سری انتظارات غیر واقعی شروع میشه. بعدش طرف میفته توی چیزی که بهش میگیم تله آموزش و آخر سر هم به خاطر فاصله بزرگی که بین یادگیری و عمل کردن وجود داره، کلاً ناامید میشه و همه چیز رو رها میکنه. مرحله اول دقیقاً همینه. انتظارات غیر واقعی. طرف با خودش میگه یوتیوب که کاری نداره، چند تا ویدیو آپلود میکنم و تمام. یا منتظره که یه ویدیوش وایرال بشه و یه شبه راه 100 ساله رو بره. یا فکر میکنه همین که به 4000 ساعت واچ تایم رسید دیگه پول پارو میکنه. همین فکرای اشتباه اولین بلیت به مقصد ناامیدیه. و بعدش میرسیم به تله آموزش. وقتی میبینی کانالت رشد نمیکنه چی کار میکنی؟ خب ساده ترین کار اینه که بری 100 تا ویدئوی آموزشی دیگه ببینی. چگونه تامنیل بهتر بزنیم، رازهای الگوریتم. مغزت با دیدن اینا حس میکنه داری پیشرفت میکنی، ولی در واقع مثل اینه که روی تردمیل داری میدویی. کلی عرق میریزی ولی 1 سانتیمتر هم جلو نرفتی. یه حس پیشرفت کاملا دروغین. خیلی خوب، تا اینجا فهمیدیم که مشکل چیه. حالا وقتشه که روی راه حل تمرکز کنیم و همه چیز، باور کنین، از یه تغییر ساده توی ذهنیت شروع میشه. همون چیزی که اون 1% رو از بقیه جدا میکنه. اصل شماره 1، واقع بین باشیم. یعنی چی؟ یعنی بدونیم ساختن فقط یه دونه ویدیو خودش کلی مرحله داره. از ایده و تحقیق بگیر تا ضبط و ادیت و تامنیل و واتسو. و اینکه درآمدتون تا وقتی به بازدیدهای میلیونی نرسیدین واقعا ناچیزه، تقریبا 0. وقتی اینو قبول کنین، به جای اینکه با دیدن اولین درآمدتون ناامید بشین، از هر پیشرفت کوچیکی کلی انرژی و انگیزه میگیرین. اصل دوم، زود جا نزنید. خیلی مهمه. اون موفقیت یک شبه که توی یوتیوب میبینید، معمولاً پشتش سالها تلاش خوابیده که کسی ندیده. یه مثال بزنم، یه یوتیوبر معروف بود که با اولین ویدیوی کانال جدیدش ترکوند و وایرال شد. همه گفتن چه شانسی.
ولی چیزی که نمیدونستن این بود که اون آدم قبل از اون کانال یه کانال دیگه داشته که توش 500 تا ویدیو ساخته بوده. این یعنی تجربه، یعنی شکست، یعنی یادگیری. و اصل سوم، این یکی مستقیم میزنه به قلب همون تله آموزش که گفتم. ازتون یه خواهش دارم. دفعه بعدی که خواستین روی یه ویدیوی آموزشی دیگه کلیک کنین، یه لحظه مکث کنین و از خودتون بپرسین. صبر کن ببینم. من اصلا چیزی که از ویدیوی قبلی یاد گرفتم رو اجرا کردم؟ یادتون باشه، یادگیری بدون اجرا هیچ ارزشی نداره. حتی اگه فقط یه بهبود 1% تو کارتون ایجاد کنین، این یه پیشرفت واقعیه. اصل چهارم، حواستون باشه از کی مشاوره میگیرین. یه سری چراغ قرمزها هست که باید ازشون فرار کنین. مثلا هر کی وعده موفقیت یه شبه داد یا گفت برو سابسکرایبر بخر یا همش داشت از الگوریتم حرف میزد، بدونین راه رو اشتباه میره. دنبال چراغ سبزها باشین، یعنی کسایی که استراتژی‌های واقعی و صادقانه رو میگن و تمرکزشون روی اصول پایه‌ای و همیشگی محتواست، نه حقه و کلک. خب پس تا اینجا روی ذهنیت کار کردیم. حالا که فکرمون درست شد، وقتشه بریم سراغ استراتژی محتوا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا چه ویدیوهایی باید بسازیم. اصل پنجم، و این یکی شاید یکم عجیب به نظر برسه. شاید حتی برعکس اون چیزی باشه که تا حالا شنیدین. سعی نکنین منحصر به فرد باشین. حداقل نه در شروع کار. بزرگترین اشتباه یه یوتیوبر تازه کار اینه که بخواد چرخ رو از اول اختراع کنه. نه، به جای این کار از یه نقشه راهی که قبلا امتحانش رو پس داده پیروی کنین. خب حالا یعنی چی؟ یعنی بریم کپی کنیم؟ نه دقیقاً. ببینین روش درستش اینه. اول بریم کانالای موفق توی حوزه کاری خودتون رو قشنگ تحلیل کنین. ببینین چه چیزهایی بینشون مشترکه. سبک ویدیوها، موضوعات، مدل عنوان زدنشون. بعد از همین فرمول به عنوان پایه کار خودتون استفاده کنین و در نهایت که این مهمترین قسمتشه، یه چاشنی کوچیک از خودتون بهش اضافه کنین. یه چیز کوچیک که کار شما رو متمایز کنه. همین. اصل ششم، یه نیچ یا حوزه موضوعی خیلی مشخص انتخاب کنین. این دیگه یه قانون طلاییه. یه تست ساده داره. اگه یکی ازتون پرسید کانالت در مورد چیه و نتونستین توی یه جمله کوتاه و واضح جواب بدین، یعنی شما دارین برای دل خودتون ویدیو میسازین، نه برای یه مخاطب مشخص. و بدون مخاطب مشخص رشد کردن تقریباً غیر ممکنه. و بالاخره میرسیم به آخرین و شاید مهمترین بخش ماجرا، اجرا. ببینین شما میتونین بهترین ذهنیت دنیا و بهترین استراتژی رو داشته باشین، ولی اگه نتونین درست اجراش کنین همش هیچ ارزشی نداره. اصل هفتم، قانون 80-20 رو یادتونه که میگه 80% نتایج از 20% تلاش ها میاد. خب توی یوتیوب هم دقیقاً همینه. اون 20% طلایی که 80% موفقیت شما رو میسازه فقط 4 چیزه. ایده، عنوان، تامنیل و هوک یا همون قلاب 30 ثانیه اول ویدیو. تمام تمرکز و انرژیتون رو باید بذارین روی همین 4 تا. بقیه‌اش در اولویت‌های بعدی قرار میگیره. و 2 اصل نهایی برای اجرا. اصل هشتم، ثبات. تکرار میکنم، ثبات. این تنها راهیه که مهارت‌هاتون بهتر میشه و الگوریتمم عاشق ثباته. و اصل نهم، بدونین کی باید تغییر مسیر بدین. گاهی وقتا شما همه کارها رو درست انجام میدین، ولی مشکل از نیچ یا حوزه‌ای که انتخاب کردین. باید اونقدر شجاعت داشته باشین که اگه لازم شد حوزه‌تون رو عوض کنین. خب، حالا که این 9 اصل کلیدی رو با هم مرور کردیم، سوال مهم این نیست که چی یاد گرفتین. سوال اصلی و مهم اینه، از همین امروز کدوم یکی از این نکته‌ها رو میخواین اجرا کنین؟ لازم نیست همشون رو با هم انجام بدین. فقط یکی رو انتخاب کنین و بهش عمل کنین. همین یه قدم شما رو از اون چرخه 99% خارج میکنه و توی مسیر اون 1% موفق قرار میده.